سراسری تجربی 90 میگه چی؟ میگه 1164 تقسیم بر 1 ضرب در 97 مساوی با x ضرب در 80 صدم تقسیم بر 1 ضرب در 40. میتونی اینجا 97 رو تقریبا 100 بگیری. 97 رو تقریبا 100 بگیری که محاسباتت ساده بشه. به طور کلی اعدادی که مخرجشون 97 98 99 باشه میتونی 100 بگیری که 100 در واقع یه ساده ساز خیلی بزرگه. خب اگه این 100 باشه پس 1164 تقسیم بر 100 میشه 1164 مساوی میشه با x ضرب در 80 صدم تقسیم بر 40. این 100 رو مردم تو مخرج. خیلی خوب، پس حالا این 80 با این 40 ساده میشه 2. طرفین رو ضرب در 100 میکنیم که از دست این مخرج 100 راحت بشیم. این ضرب در 100 میشه 1164. اینم ضرب در 100 این بود 2 صدم که رفت میشه 2x. از اینجا x به راحتی میشه 582. چجوری x 582 شد؟ میگه 1000 تقسیم بر 2 500. 1164 می‌نویسی 1000 به علاوه 100 به علاوه 60 به علاوه 4 تو ذهنت. 1000 تقسیم بر 2 500. 160 تقسیم بر 2 80. 4 تقسیم بر 2 میشه 582. خب عددی که تو گزینه‌ها بوده 600 هست، نزدیکترین عدد به این 600. پس در واقع 600 رو انتخاب می‌کنیم. حالا ممکنه بگیم با عدد کمتر هم ممکنه باشه، چرا 600 رو انتخاب بکنیم؟ نگاه کنید x الان با 97 رابطه چی داره؟ عکس داره. x با 97 رابطه عکس داره. ما مخرج رو زیادی کردیم، به جای 97 100 گذاشتیم. وقتی شما مخرج رو زیاد کنی پس x در واقع چی میشه؟ کمتر میشه. شما مخرج رو زیاد بکنی x کم میشه. شما 97 کردی 100 پس x چی میشه؟ کوچیک میشه. خب یعنی خطایی که ما انجام دادیم اینجوری بوده که به جای اینکه یه x واقعی به دست بیاد یه x کوچکتر از واقعیت به دست میاد. پس اون xی که به دست میاد باید کمی چیکارش کنیم؟ بزرگش کنیم. پس عدد ما از 582 باید حتما چی باشه؟ بیشتر باشه. تنها عددی که از 582 بیشتره و نزدیکشه 600. ممکنه تو گزینه‌ها 550 باشه، اون غلطه، چون باید حتما از 582 بیشتر باشه. x با 97 رابطه عکس داره، چون 97 رو زیاد کردیم x کم شده پس باید دوباره زیادش کنیم. اینا هم تکنیک‌های در واقع چیه؟ فوتای کوزه‌گری کار هستش. سراسری تجربه 90 54 صدم تقسیم بر 2 ضرب در 27 شده x تقسیم بر 3 ضرب در 64. خب از اینجا x میشه چی؟ این ضرب در این تقسیم بر این. منتها قبل از اینکه این کارو بکنیم صورت و مخرج رو ضرب در 100 می‌کنیم که از دست اعشار راحت بشیم. یعنی اینو می‌خونیم 57 تقسیم بر 27 ضرب در 100. حالا x میشه 3 ضرب در 64 تقسیم بر 54. 2 ضرب در 27 یه دونه صدم داره. این صد مال چیه؟ مال این 100 صدمه. خب یه 54 دو تا 27 میشه 54 تا با هم ساده میشن. پس در واقع میشه 3 تا 60 تا 180 تا و 3 4 تا 12 تا 192 صدم و به ازای این دو تا صفر دو رقم اعشار خواهیم رفت. 1 ممیزه 92 رو خواهیم داشت. سراسری ریاضی 89 میگه 14 و 6 دهم شده 43 و 8 دهم تقسیم بر x ضرب در 100. x چند میشه؟ میتونیم که جای این دوتا رو عوض کنیم. این بره این بره این بیاد این ور. میشه 43 و 8 دهم تقسیم بر 14 و 6 دهم ضرب در 100. به رقم یکان صورت و مخرج دقت میکنیم. اینجا رو خوب دقت کنید که در واقع یه بحث خیلی خوبی داره. به رابطه رقم یکان صورت و مخرج دقت میکنیم. 3 6 تا میشه چقدر؟ 3 ضرب در 6 میشه 18. یعنی رقم یکان 3 ضرب در 6 8 خواهد بود. رقم یکان 3 ضرب در 6 8 خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر من 3 برابر اینو در نظر بگیرم، 3 برابر اینو در نظر بگیرم، قطعاً عدد نزدیک این خواهد بود. چرا اینجوری فکر میکنم؟ برای اینکه معمولاً توی کنکور اعدادی که میدن با هم ساده میشن. خب چند 6 تا میشه 8 تا، 3 6 تا میشه 18 تا. پس قاعدتاً این به این باید 3 بشه. حالا کنترلش هم میکنیم. حدسمون هم کنترل میکنیم، میبینیم بله 3 تا 10 تا که 30 تا، 3 4 تا 12 تا، 12 تا و 30 تا میشه چقدر؟ 42 تا، 42 تا 3 تا 6 تا هم 1 و 8 تا هم 43 و 8 تا. بله حدسمون درست بوده. پس در واقع میشه 3 ضرب در 100. پس چجوری فهمیدیم 3 میشه؟ ممکنه بگید بخوام تقسیم بکنم طولانی میشه. یه حدس میزنم این به این با توجه به اینکه اینجا 43 اینجا 14 تاست
و 3 6 تا 18 تا میشه، هر عددی رو ضرب در این بکنیم، مثلا اگه جوابش 3 باشه 3 ضرب در این بعد این بشه دیگه. میفهمیم چون 3 6 تا 18 تا میشه هم بحث رقم یکان، قاعدتاً باید این 3 باشه. حالا کنترل هم میکنیم 30 تا و 12 تا 32 تا 32 تا و 3 6 تا 18 تا، یعنی 1 و 8 هم 48 هم خواهیم داشت. خب نکته بعدی رموز اعداد در واقع پرتکرار در شیمی هست. ما در